جانم را فدا میکنم. در بین دشمن خود را میترکانم. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو خبر شوید. دختری در نزدت بوده همین بود؟ خاموش نیسترتون. برای این دختر با نام عایشه شناسنامه قلبکی تیار کردنت را میدانیم. این دختر کیست؟ از کدام دیه است؟ ارتون، ما را مجبور نکن. میدانم که از دیهای آبی کلان است. نام مادرش زیلال است. فقط همین قدرش را میدانم. پرسش را دوام ده و چشم سردارم. در خصوصی مژده یگان معلومات یافتید برادران؟ دروازه‌های شهر را بستیم اما تا حال او را نیافتیم. شاید از تاریکی شب استفاده برده پنهان شده است سردارم. جوان است، این جایها را نمیداند. خودش تنها دور نمی رود. شاید به یگان دیه رفته باشد. دیه های آبی کلان، ورگنیس و دیگر دیه ها را کابید. پیش از خودش را ترکاندن باید او را دستگیر کنیم. فهمو سردارم. فهمو برای کار. باش خاله، من خانه معلمه لیلو رو میجویم. چی گفتی دخترم؟ نفهمیدم. نمیگوید که خانه معلمه لیلو در کجاست؟ خانه معلمه لیلو در آنجا، در نزد مکتب. تشکر خاله جان. سلامت باش. نوا رو از کجا یافتید؟ تشکیلات فرستاد. با فکرم آدمی نو است. بله آدمی نو است. از قرارگاه سینان. شاید معشوقه سینان هم باشد. چه رشک میکنی؟ یا با سینان عاشق شده؟ تو چی ها میگویی؟ زورا بس خانونت کمی اهمیت ده. خدایا کی باشد؟ امروز استراحت است، کی اومده باشد؟ برو پنهان کن. شما کیستید؟ خانه معلمه لیلا همینجاست. این منم. سینان گفت که اگر یگان مشکلی شود نزد شرف مدیا تقدیم میکند. تو مژده‌ای. مرا از کجا میشناسی؟ درو. مرحمت خانم رو بیان. تا شب در آن کلبه چهش نبود. شاید در نقطه طبی باشند. آنجا رو دیدید؟ اول خواستم با تو صحبت کنم. دیگه چی گپ شد دلا؟ از من نپرسید. گوی التماس. زینب هم با من گپ نزد. زینب انگشترین رو گذاشته رفت. یعنی جدا شدن؟ با فکرم همین خیلی. با اجازه شما رفتنم لازم. خانم رو رو جانکه دیر نکن. خب تا باز دید کاری خوب شد. دیگر هجمانیه برای رفتنی توحید نمون. پسرم تو شب در کجا بودی؟ با زینب چی گفتی؟ حقیقت رو گفتم پسرم. شنیدم که از زینب جدا شدی؟ غم نخور، اکنون به خانه همون برمیگردیم انشالله. مادر من چیکار کردنم رو نقص میدونم. چرا از من رنجیدی؟ من چیکار کردم پسرم؟ زود اینها را یک سو گذارو. خیز آماده شو، از این دیه هم میرویم. من از این دیه نمیروم مادر. چرا پسرم؟ برای چی مرا فهمیدن نمیخوای؟ من از این دیه رفتن نمیتوانم. این آدمان با من احتیاج دارن. چطور آنها را پرداخته روم؟ این رو بارها به شما گفتم مادر. شما باشید گمان کردید که زینب از من جدا شود من از اینجا میروم. مادر بیهوده زینب رو رنجاندید.
زینب این را برداشت کردن نمیتواند. او بیمار است، بیمار. ایست پسرم، به من گوش کن. تا قدری امکان شما را گوش کردم، دیگر نمیخوام. من قرارم را برآوردم. صبح بخیر پسرم. چی شده است دلو؟ از زینب جدا شدم گفته قهرش رو از من میبرارد. در آخر موفق شدی خانم رابیه. زینب بیمار است گفت. او چه خیلی بیمار است. هنی گپ زن دلو. من نمیگویم خانم رابیه. من میگویم خانم رابیه، لیکن در بینمون میماند یعنی اینش رو نمیدونم. زلال او بیماری سرطان است. خدایا این راست است دلو؟ بله خانم رابیه، تنها ما و باز آقای حامد میدونند. من چی کار کردم؟ خلای زلال چی شده؟ چی شد خیزبان؟ پلیس ها آمده شما رو میکوبند. چی؟ پلیس گفتی؟ ما برفینم، ما دخترم یگان واقع شده است. چی شد؟ کیزبان پدر؟ برای چی که من از پلیس ها نرفتید پدر؟ اگر روم سوال بارون میکنم. تو رفتم چی گپ است؟ رو یکر با پرفینم یکم واقع شده است. سرکمیسر ولقان، خانم زلال شمایید؟ بله منم. برفین گفته اتان مژده است؟ مژده هست آقای کمیسر. چی شده است؟ یا اینکه دخترم یکم واقع شده است. برای خلق و وطنت خود را فدا کردن میخواهی؟ نوارت رو همه آدمان تشکیل تماشا میکنند. با دقت بودن لازم. مژده فهمیدی؟ جمال تو یک دیه رو چرخ زن باز به من ناگهان هجوم نکنن. مایلش پای لیلا. خیر با پایت چی شد؟ هنگامی از پلیس گریختم افتیدم. در حقیقت مادرت رو پلیس کشته است. بله پلیس کشت و من از آنها انتقام میگیرم. زورو یک دقیقه برو. این چه خیلی سوال است زهرو؟ خودم نمیدونم، نخواست از دهانم بر اومد. چند بار گفتم که درباره تشکیلات چیزی نپرس. او فهمیدم. من و جماع با خواهش خودمون به تشکیلات همراه شدیم. گوش کن، این کاری شوخی نیست. تشکیلات شوخی را نمیپسندد. مادرش مرد گفته باشد مرده است. تو چی کار کردی دخترم؟ چی کار کردی؟ این چی کاری کردند بود؟ خالای زلال باید شما را برای پرسش بریم. می رویم آقای کمیسر، می رویم و گناهی من. نیز با کجا؟ من از نزدیکانشان و دختر این دیه هم. مایلش. خالای زلال چی واقعه خالای زلال؟ برفین فدایی شده از پسرم. آقای کمیسر همین طور میگوید. آرام شوید خالای زلال، شاید یگان نافهمی شده است. نه آقای طاهر. مرا میشناسید؟ البته 2 سال قبل مادرم را جراحی نموده از دم مرگ نجات داده بودید. اگر به خاطر دارید من از شعبه مبارزه بر ضد ترورم. در خاطر دارم. یاردمچی کمیسر بودید. حالا باشد کمیسر شدم. 2 سال باز در همین منطقه ادای وظیفه میکنم. میگویید که در حقیقت برفین فدایی شده است؟ افسوس که راست است. در دست دلیل داریم. خیزه خانم خالای زلال رو کجا میبرید؟
برای بازپرسی به شعبه میبریم. آقای کمیسر او را نبرید. از همه حادثه‌های به سرش آمده خبر دارم. او بیگناه است. یگانه خواهشش دخترش را از دست آن ظالمان نجات دادن است. میلش بگذار چون خواسته‌تان شود دکتر. لیکن همین که دختر به دهه برگشت به من خبر دهید. پیش از خود را ترکاندنش باید او را دستگیر کنیم. برفین چی طرف فدایی شده است نمیفهمم. او را فریب دادند. مادرش را مرده میداند. رفتیم. چیکار کنم پسرم؟ برفین فدایی شده است. با مرا بدنش بسته آدمان را ترکاندن میخواهد. برفین چی طوری این کار را میکنه؟ چهل که آقای کمیسر گفتم برفین را فریب دادم. این روزها را هم دیدم. آه دخترم، آه برفینم. جراحتت وزنین است مژده. خونی زیادی رفته است. بهترش باید رو به یگان دکتر نشان دهیم. در ده همون دکتر نیست. بر رخصتی بر اومد و دیگر بر نگشت. پلیس ها میآیند. همه خانه ها را یک نظر می‌گذارند. اگر مژده رو هممون مردیم. زود مرا پنهان کنید. زودتر. زودتر. تو مژده رو به تخونه بر. اگر اونجا رو هم کوبند. زودتر. به اینجا دارم. زودتر. گشایم. خونه تان را کفت و کاب میکنیم. من معلمه این ده هم. یک سلاحداری رو میجوییم. برای کفت و کاب اجازت داریم معلمه. تو کیستی؟ او همکارم است. شناسنامه‌ات؟ مرحمت برادر. زهرا؟ احمد؟ تو در اینجا چی کار میکنی زهرا؟ من معلمت. تو چی کار میکنی؟ من رو به این منطقه فرستادم. تو رو خیلی پزمان شدم. من هم. تو رو دیده خیلی شاد شدم. من هم شدم. در استانبول چه روزهای خوش رو از سر گذرونده. همین بله روزهای خوب بودن. خودش چی گپ اونها کیستن؟ تا خونه رو هم رفته بینی؟ بذار با کفت و کاب نز رفیقان. زهرا دوستی من. خیر میلش. شما روید من رسیده میایم. رفتیم برادران. این جمال دوست داشته من. از شناسایی با شما شدم جمال. من هم. رقم تلفنت رو ده. با یک دیگر صحبت میکنیم. میلش. گیر احمد. تشکر. تو بازی. خیر تو بازدی. خیر نظمون. نظمونه جمال. سلامت باشید. تو چی کار کردی؟ دیوانه شدی؟ من چی کار کردم؟ او هم دهه من است. اگر تشکیلات فهمد چی؟ بیا رفته مژده رو براریم. تقدیرتان بدن کرد. از پلیس با آسانی رها یافت. تشکر برادر تشکر. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. زودتر. این خدا چی گپ است؟ این ناممکن است. این کار بازی است مگر؟ اکا آنها جوانان معنای زندگی را نمیدونند. در بینشان نافهمی شده است. من چیکار کنم اکا؟ این نگار چیکار کنم میگوید. این بار چندم است که از پیش خود قرار میبرارند. تو رحمدل حامد نمیتوانی، اما من آن دختر را بوقی کرده میکشم. بس کن رفیق، داماد چی گناه دارد؟ گناهگار مادرش است. تو کاردان نشد. یک دم صبر کنید که آرام شوید. تو با کدام رویت به اینجا میآیی خانم؟ هر چیزی گوید حق استید، لیکن اول به من گوش کنید. من دیگر تو را گوش کردن نمیخواهم. رو از اینجا رو. اکا یک دم ایستید.
او چیزی گفتن میخواد. اول او رو گوش کنیم. بله مونت گپ زند. خودتان میدانید که سلاحداران به من عذاب و شکنجه زیاد دادن. عصبهایم خراب شده. بعضا چی گفتنم رو نمیدانم. خواهش میکنم مرا ببخشید. ما شما رو میبخشیم، لیکن زینب میبخشیده باشد. کنی گذارید به نزدش روید. مرحمت. زینب دخترم، در اینجا چیکار میکنید خانم رابیه؟ برای با تو صحبت کردن اومدم. من صحبت کردن نمیخواهم خانم. مرا ببخش، من ناحقی کردم، تو رو رنجاندم، خطا کردم. مرا ببخش دخترم، به خاطر طاهر کردم. نخواستم که با او یگان ناخوشی روی جهد. نمیدانستم که او با خواهش خود در اینجا موندن میخواسته است. سببگاری همه این من هستم. زینب دخترم، طاهر تو رو خیلی دوست می‌دارد. التماس بار آشتی کن. نمیشود خانم رو بیا، ما دیگر آشتی نمیشویم. زینب دخترم، چرا آشتی نمیشده اید؟ داماد چی گناه دارد؟ خانم رابیه هم خطاگیشون رو فهمیدن. دخترم، در زندگی بعضا نافهمی ها می شود. شد اکنون شد. داماد راضی نکن دخترم، راضی شد دخترم. از برای خدا زینب با آشتی کن. کنی زینب دخترم. زینب طاهر، زینب تو رو در نقطه طبی نیفته فکر کردم که شاید در اینجا باشی. خالای زلال غمگین بود، دلو به نزدش رفت. دلتنگ شدم زینب. خواستم کمی هوای تازه گیرم. تو سبب به اینجا اومدنم رو پرسیدم، میخواهی؟ یعنی تو برای یک امانت در دستت دارم، برای آن رو گرفتن اومدم. راست میگویی؟ الان آشتی شدیم. نفهمیدم. حاجت به فهمانده نیست. کارمون رو دوام میدهیم طاهر، یا اینکه تو نمیخواهی؟ تو رو دوست میدارم زینب. طاهر، من و تو خوشبخت میشویم. در حقیقت گفته‌ات برای خوشبخت میشویم. تو با این باوری داری؟ تو حالا هم باوری نداری. باوری داری؟ برای عملی گشتن آرزوهای مبارزه میبرم. برزی به چی مبارزه میبریم؟ مگر به درد من یگان دوا داری؟ دارم. عشقم زینب، دختری من نباید اینقدر بیرحم شده باشد. حتما یگان نفهمی شد از خالای زلال. نخواد
کارگری مقامات دولتی دروغ گوید دخترم، و هم اگر دروغ می به خانه همون نمی اومد. افای زلال چی می خواهید؟ نزدتون اومدیم، وقت دارید؟ مرحمت بیایید. مگر آنها پسران حبیب نیستن خالای زلال؟ بله آنها طرفداران تشکیلاتند. السلام علیکم. و علیکم السلام. احوال شما چه خیلی است رفیق؟ تشکر. شنیدم که دخترتون بر فیلم فدایی شده. این را کی گفت؟ دختر رئیس در تمام ده ها آوازه کرده است. من چی گویم خیر؟ جگرم می سوزد. خواطر نشوید، دخترتون در راهی درست است. در راهی درست است؟ آخر آدمانی بیگناه را می کشد. اگر برای دعوای امان کند حق است. اگر یکا مشکلی پیدا شد ما با شماییم. برای همین را گفتن آمده. نقص مانه. خیر رفتیم برادران. چرا آمدند؟ اکنون مردمی ده همه را آدم تشکیلات گمان می کنند. ای آقای رافع، این خیلی نمی شود. نخواد از دهه ما فدایی براید. باور کنید از این پس به کسی من از دهه آبی کلام گفته نمی توانیم. لعنت به همین خیل دختری تربیت کردی. از این زن همه چیز را انتظار بدم. دهه را شرمنده کرد. ای آقای رافع، آخر شما آقای رافع هستید. آقای اگر کار کنید نمی شود. خسته نباشید دخترها. زلال میخوید زلال. بیو با درون رفتیم. آخر به اینها فهمونید که دختری مرا فریب دادن. دخترت خائن است زلال، خائن. رفتیم. زلال باز شر نداشته در ده همه گردی ها. دف شده رو از اینجا مادر خائن. اگر دختری من سلاح دار شده باشد، فدایی شده باشد، گناهش در گردنی دوست رافع. باز گم میگردانی؟ دفچاق در این ده برای خائن ها جای نه. زن را باید از جهت این چی روز است؟ زینب تو خوب هستی؟ خوبم طاهر. آقای طاهر چی واقعه دیلا؟ خالای زلال رو کشتن میخوان. او در نقطه طبی پنهان شده است. زینب تو به خانه رو. زینب تو بیماری رو. رفتیم دیلا. با دقت باشید. زلال خواهر ماست، ما او را حمایه میکنیم. البته حمایه میکنیم. مگر مادر خائن را بخشیدن ممکن است؟ شرم دارید. اینها تکای تشکیلاتند. تشکیلاتی که بد میبینید برای دعوای مردم مبارزه میبرند. چه دعوا؟ تشکیلات به خلق جبر میکند، خراج میستاند و شما میدهید چون که به تشکیلات پول لازم است. ما میدانیم که به تشکیلات چی دهیم. همین طور نه. کنی گیرید اینها را. شما چیکار میکنید؟ ای مادر خائن باید جزایش را بیند. زلال خواهرمان است. شما نمی‌فهمید. و در راهی درست ما شرم دارید. ایستید. برای جنگ کردن خالای زلال را بهانه نکنید. در اصل شما را با هم تشکیلات شور انداخته است که برادر با برادر جنگد. چرا این بازی را من کردن نمیتوانید؟ مگر شما نمیبینید که نادمان از خون سیر نمیشوند؟ نمیفهمید؟ همش در دست خودتان است. روید از اینجا. شرم دارید. روید. پراکنده شوید. جیغ نشو داماد. رفته مکر؟ من تو رو نمیفهمم.
چرا این زن را حمایه میکنی؟ هیچ کار کنم اکا زنی به صاحب رو عذاب نده مانه فریب مرا میکشتند. نترسید خالای زیلا، نترسید. کسی به شما ضرر رسانده نمیتواند. آقای دکتر. مرحمت. آقای دکتر، نبیره من بیمار شده است. التماس او را میدیدید؟ خانه‌تان در کجاست بابا؟ در دهه قزلتاش. مایلش شما در بیرون منتظر شوید، من حاضر میبرایم. من به دهه قزلتاش میروم. خالای زیلا شما از هیچ چیز نترسید. زودتر برگرد پسرم. رفتید؟ زخمتان را تازه کنم خالای زیلا. به من سنگ پرتافته. آه برفی، آه دخترم، مرا به چی حال گرفتار کردی؟ بس اینون خبر فرستادی؟ فرستادم، شاید علاقه رسیده باشد. پلیس ها از دیگه رفتند. خیلی آسان راه یافتیم. با کمک من اگر رفیق پلیس هم نمیشد مژده رو میافتند. این کارت نادرست است زهرا. اگر تشکیلات فهمد که تو یک رفیق پلیس داری خوب نیست. چرا؟ پلیس مگر رفیق شده نمیتونه؟ تو خودت را نابود میکنی زهرا، نابود میکنی. زهرا اگر پلیس شناست هم باشد به او سلام نده وگرنه جاسوست میپندارم. تو مگر زهرا و جمال را جاسوس میشماری؟ بله سینا، آخر پلیس میخواست جایی را که مژده پنهان بود کابد، اما جمال و زهرا چیزی گفتن و پلیس برآمده رفت. راست میگویی؟ با چشمان خودم دیدم. چرا مژده را دستگیر نکردن؟ معلوم که نقشه دارند. پس این مژده نظارت کرده ما را یافتن میخواد. راست میگویید سردارم. زودتر 2 نفر را آماده کنید و دهه قزلتاش میرویم. کنیز زود باشد. زودتر. چه فکر در سر دارند آنها؟ چه فکر دارند؟ کسی میآید سینو؟ دیده ایستادم. چه شد ایتین؟ من از یارسو رفتیم. اینها را میدانم. ما به دهه قزلتاش میرویم. تو از اینجا دور نرو. همه اینها به تو امانت. خوب شد است. خیر میلش. کمی زود باشید. رفتیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. السلام علیکم. این جوانی در براتون بوده کیست علی؟ برای معاینه نبیرم آمد. دکتر دهه آب کلان است. خوش آمدید و خوش باشید. خوش باشید. مرحبا. یا کنه دکتر یک چای نوشیم؟ اول بیمار رو ببینم بعد میآیم. سلام. خوش آمدید. برای مژده هم دختر لازم است. گوی بیا آهسته. گذر. دکتر لازم نیست. مبادا زخمت خطرناک باشد. دکتر رو یافتن لازم است. خانه بابای علی همینجاست. تو برگرد جمال. زهرا رو تنها نگذار. بلش. چی طور استعمال کردن دارو رو با شما می نویسم. خدا از تو راضی باشد پسرم. بخیر است که باشد. کسی رو به درون ندرارید. مایلش پدر. آیشه لبای معلم لیلا. شنیدم که به خانه‌تون دکتر آمده است. بله. پدر یک زن پایش رو زخمی کرده است. به نزد دکتر میخه؟ بله پدر. حاضر یک پرسم شاید ببیند. چی شد از بابا؟ یک شناس معلمه اما پایش را زخمی کرده است. او را دیده میتوانید آقای دکتر؟ مایلش میبینم. دختر را به خانه درآورید. دکتر میبیند. مایلش. شما کیستید؟ جمال این منم. سینان. برای بردن مژده اومدید. او در خانه بابای علی است.
من گفتم با لیلا به نزد دکتر رفتم. گفتم مژده را بردن آسان است، اما اول با شما حساب کتاب میکنم. چی گفتم میخوای سینا؟ چی گفتنم را نظم میدانی جاسوس؟ در بینمون جاسوسی میکنی؟ چقدر جاسوسی سینا؟ بس کن. میدانم که با پلیس هم کاری داری. در بینمون برای جاسوس جایی نیست. مرزا سلاح را ده. کنی گیر. ما گیر میگویم. سینون گیر میگویم. کنی گیر گفتم. پرام میگویم. حرام میگویم. برای تشکیلات یک خائن را میکشی. ابله او دوست داشته هم باشد او را میکشی. کنی پران تو ما رو میپرانی. نباشد من تو را میپرانم. پران شرف مدیا تقدیم میکند خوش آمدی دخترم. خوش باشید. این آقای دکتر است. سلام. خیلی شادم. من هم. بیمار در کجا خانم معلمه؟ در اتاق دیگر. مرحمت به درون درآیید. میخوام بیمار رو تنها معاینه کنم. معاینش آقای دکتر چه خیلی که خواهد. برفین دکتر خاموش باش. چه شد؟ برای یک خائن از آن میگیری؟ او خائن نبود سینا. او جاسوس هم نبود. چرا رو کشته سینا؟ چرا؟ اگر او جاسوس نباشد تو جاسوسی تو. خانه این بابای علی در کجاست؟ اون به عقل رو میشناسه؟ من میشناسم. رفتیم احترام. رفتیم. بیا کسی ندیده از اینجا گریزیم. چرا باید گریزم؟ تو هم خائنی. رفت از من دور شو. تو هم یکی از آنها هستی. آنها مادرم را کشتند. برفین با تو دروغ گفتند. مادر زنده است. خودی حاضر از نزد خاله زیلال آمدم. دروغ نگوی. با چشمانی خودم دیدم که مادرم را آن پلیس های نامرد کشتند. تو آدمی آنها هستی چون که تو طرف آنها را میگیری. آنها مادرم و یلماز را کشتن و من انتقامم را میگیرم. مالش تو نگریز. در تشکیلات من کارم رو کنم. مالش پای زخمیت رو ببینم اجازت میدهی؟ خانه این آدم در کجاست؟ رسیدیم سینا. باز کمی دیگر ماند. رفتیم. کنی زود باشید. رفتیم. گوش کن. من باید این سوزندارو رو گذرانم. آستینت رو بردار.
ببخش، من باید این کار رو میکردم. دخترکی خوب، دخترکی خوش رو. تو کودک ها را به درون درار خواب کنند میلش. خوش آمده معلمم. خوش آمده معلمم. این طرف. درسهایتون چی طور رفته ایستاده؟ خوانده ایستاده؟ چی گفت؟ خیلی خزت گفتم تو یک طرف ایستا. چی کار میکنی؟ برای بردن مژده آمدم لیلا. در درون است. دکتر او رو معاینه میکنه. چی شد سینا؟ چرا اینقدر آتشینی؟ آن رفیقان جاسوست هر دویشان جزایشان را گرفتند. یعنی من آنها را کنی گفزم به مژده چی شده است؟ از پایش چیر خورده است. دکترش کیست؟ از دهه آبی کلان است. آبی کلان؟ زود ما را به نزدش بر. انا در این جویند. مژده در کجاست؟ در کجاست؟ گریزانده است. زنی به عقل، زنی ابله، چطور میگریخته است؟ راه گرد زنی پیش در راه گرد. زنی همه اتون برایت. ایسته نپرانه. الله يوفقك يا بختك. تعال خلينا نروح بسرعة. حالا ایست دکتر، حالا ایست. مژده را به تو نمیدهم. بیاید رفتیم. بدمانه برخمه برین کوره به درمانه حاله مجري
شين زوال مغربا کابت کنی زود باشد کابت دختر را یافتن نتوانستید. آهسته. شرف مدیا تقدیم میکند أنا عم قول إنه أحسن إلنا إذا منساوي حكومة وتحالفات، ومثل ما لكم شايفين بالحكم المطلق عم تضيع كل جهودنا، وما في غير الديمقراطيين اللي عم يكسبوا، ومشان هيك نحن لازم نراقب مسيرة الأزمة السياسية اللي خلقناها بالبلد. حتى الحرب النفسية ما لازم توقف أبدا، نحن ما لازم نخليهم يرتاحوا. والله معك حق يا معلم، نحن لازم نحاول انه نضعف الحكم المطلق اكثر، يعني لازم نشتغل بشكل انشط، وكمان لازم نخلي الاجهزه الاعلاميه تكون خطر على السلطه. بس نحن عم نعمل كل شيء بيطلع بايدنا، وعم نوجه الحكومه للمعادله الديمقراطيه، ومو بس هيك، شغلنا عم ينجح كتير باتجاه تنشيط الشلاليه للاحزاب، حتى انه قسمناها كمان، وانا برايي انه عم نمشي بالطريق الصح. ولا تنسوا انه العمل الناجح ما بيصير بالحكي، بده فعل. المفروض انكم تشتغلوا بدون ضجة، وطبعا هذا الشيء له مفهوم واحد، انه ما بتكفي الازمة السياسية لحالها ابدا، المفروض انه نساوي استراتيجية التوتر ونخلق بين الناس حالة الخوف، ولازم ندعم العنف، ولازم نساوي توتر بين المؤسسات يلي بالبلد، يعني نحن لازم نخليهم ياكلوا بعض، وباستخدامنا لهالاساليب بنكون نحن قضينا على الوطنيين، وهيك بنصل للي بدنا اياه، ومنكون خلينا الناس تتفرق لمعسكرات. والمهم انه نخلي الارهاب مستمر بهالبلد، لانه اذا انتهى الارهاب منكون انتهينا نحن، لانه نحن جزء من التنظيم وصرنا مستمرين 50 سنة وبشكل سري كمان. يعني نحن لازم ننفذ اوامر القيادة للعمليات السياسية والجرائم ويكون الفاعل مجهول، لانه اذا عرفوا الفاعل رح يكون في خطر علينا. ومشان هيك نحن لازم نستمر ببعث عالم لا بنعرفها ولا بيعرفونا منشان يساووا هاي العمليات. عم تفهموا علي؟ بس نحن ما لازم نطالع الإرهاب من حالة الحرب على الجريمة لحالة الحرب على العدو نفسه. لازم نوصل لمعادلة العدو القوي مقابل الصديق القوي، هيك بيكون أسهل إنه نستخدم منطقة من الدولة. انتو شو رأيكم؟
بس هالشعب صار له أكثر من 100 سنة وهو ملتهي بعداوة اليونان، وبنفس الوقت عم يتخانقوا الأتراك مع الأكراد كمان. بس في عالم مهسترين بحبوا الوطن وكسبوا الرأي العام، وعم بيخلوا الناس تتعلق بمناطقهم. لازم نمنع الناس اللي بدها تساوي مشاريع واستثمارات بهي المناطق حتى يضلوا أهل المنطقة جاهلين، لأنه كل ما كان الشعب فقير وجاهل نستفاد أكثر. ولازم نفكر إنه نضرب روح الأخوة الموجودة بالمنطقة مشان ما بكرة توقف بوجهنا. بس لا تنسوا أبداً إنه هلأ في حركة بالمنطقة ويمكن تنعكس علينا، وهي الحركة ما عم تسعى إنه تحدد واقعنا، بدها تحدد مستقبلنا كمان، والمفروض إنه ما نخليها تصير، لأنه مشكلة كبيرة إذا صارت. يا معلم الديمقراطية جابت مصاري للمنطقة، حتى إنها عم بتأمن لهم فرص عمل، وهالشي مو من صالحنا، لأنه ما عاد يطلعوا على الجبل بكرة بيصيروا يروحوا على المدارس. ولذلك لازم نزيد عملياتنا ضد العسكر والناس الأبرياء، ولازم نحاول كمان إنه نرفع من سوية الأحكام العرفية بالبلد. هدفنا من هالعمليات إنه نرهق الشعب بالمنطقة وندعم التنظيم، بس نحن لازم ننظر للأكراد والحركة الكردية كوسيلة وبس. وأنا متأكد كتير إنه رح نفيدهم بشغلنا بشكل كبير هالمرة، بس هن ما لازم يعرفوا هالشي أبداً. المفروض إنه التنظيم يكون الجسر الواصل بيننا وبين الجهات الموجودة برات البلد، يعني نحن ما لازم نخلي السياسيين بين الأكراد أبداً. والمفروض إنه فكرة التعايش تنهار من خلال البروباغندا. لا باي كوماندون. تو کیستی؟ این منم کماندون ریزا. من در خدمتتان. ما دو فراری را میجوییم. یک پسر و یک دختر به طرف کوه گریختن کماندون. تشکر برادر. کمی رفتیم، زود باشید. رفتیم. برادریتان از سرتان ماند بیناموس ها. آقای جوان خوشحال. آنها رفتن، نترس. شما را پرسیدم. من گفتم که به طرف کوه گریخت. تشکر که ما رو مجال. من حتی دشمنم را به این سگان نمیگم. تو کسی؟ دکتر دههای آبی کلان هستم. دکتر؟ نامت را شنیدم. آوازت تا به اینجا رسید. به این دختر چی شده است؟ امک جان، من دکتر دههای آبی کلان هستم. او را از سیلاداران گریزاندم و ده بردن میخواهم. مگر او رو در پشتت میبری؟ مجبورم امک، دیگر چاره ندارم. این طرح رفتن نمیشود. آن خائنها زود شما را دستگیر میکنن. اینا در کجایند؟ به من گوش کنید. پراگنده شوید. 4 طرف را کابید. خوب شد سینو. کنی زود باشید. زودتر. در غار پایم ما میخوریم. روید. دکتر، حالا ایست را پرس میکنم. اکا، ممکن یک بار دیگر رسم دوچرخه رو بینم؟ البته. پسرم، چرا با این رسم اینقدر نگاه میکنی؟ مادر جان، اگر پول زیاد کار کنیم پدرمون با ما دوچرخه میخره؟ نانی خوردن نداریم و تو باشی دوچرخه میگویی. کلاس مهمان داریم. خوش آمده. بیاید گذارید. بدرون مرحمت گذارید آهسته. آن همینطور آهسته خوب. آن همینجور آهسته. اینها کشتند ریزا؟ مهمانند از دههای آبی کلان. فهمو. مادر جان، با این دختر چی شده؟ بیمار شده است. دکتر حاضر او را معاینه می‌کند. کلان نرسونید. عیب می‌شود. امک ریزا، ما را ببخشید، ما شما را ناراحت کردیم. این خیلی نگو آقای دکتر. نوری دیده تاجی سر به اینجا آمدنتون برایتان بهتر است. راست میگوید امک ریزا. اگر بعد هم میرسیدیم هم سینان ما را میافت. بهترش برفین را به سربازان سپاریم. یک کمیسر شناس دارم، او را جر میزنیم. در این نزدیکی تلفن هست؟ از کجا پسرم؟ تنها در ده هست. تا آنجا باشد 1 ساعت راه.
نمیشود. برفین رو پرتوفت رفتن نمیتوانم. من فکرم تو دختر رو خودت بیهوش کرده. دیگر علاج نداشتم. خدا راضی باشد. گناه است آخیر. دختری بیچاره خودش تنها در بین اون ظالمان چیکار میکند؟ کاری خوب کردی آقای دکتر. بسیار کاری خوب کردی. خدا جزایشان را دهد. چقدر جوانها را از دست داده. آن ظالمان چقدر عائله ها را ویران کردند. از چیزی روی نمیکردند. این بیچاره خانه بودن. پدر و مادر خویش و تبار ندارد مگر؟ دارد. مادری تنهایی دارد. اگر بیهوش شدن دخترش رو فهمد خیلی خرسند میشود. دیلو دخترم، آقای دکتر کی برمیگردن؟ نمیدونم، شاید تو بگوه برگردن. زیق شدید؟ به خانه‌تون رفتن میخواهید؟ رفتن میخواهم، اما میترسم. دیلو مادری فدایی گفته همه به من دشمن شدن، میدونی آخیر. برفین خاله زیلو، بیایید همراه به خانه‌تون میرویم. یک چای مینوشیم، برای شما هم خوب میشود. رفتیم. میلش با تو زحمت نشود دخترم. هیچ گپ نی خاله جان. دخترم، دیلو دکتر در درون است. نه مکتوب رفت. بعد یا خدایا، اکنون چیکار میکنیم دیلو؟ چی واقعه شده؟ سمک امید. نپرس دخترم، نپرس. احوال زینب بد است. به ایس میسون کنیم دخترم. عسکری هم نمیتواند. بیا دخترم، نمیدونیم چیکار. حاضر جوزدانم رو گیرم. میلش دخترم. آقای حامد، خدا به زینب شفا دهد. تشکر دیلو. مرا ببخشید خاله زیلو. دخترم، من انتظار میشم. رفتیم اما که امید. بیماری سرطان است. خدا نگه دارد. اگر یکون چیز شود دخترم. خدا، آخر یکم کار کن. بیچاره نفس کشیده نمیتواند. من چی کار کنم روزی؟ از دستم چی میآید؟ اتاله تیار کن. از کجا دانم یکم چیز ده آخر. همش رو دادم اما نمیخورد. خوش آمده. زینب دروغیت رو نمیشیدم اما دیگر فایده نمیبخشد. نفس کشیده نمیتوانم. دیلا دخترم، چی کار میکنی؟ با نقطه طبی میبریم. در اونجا من به زینب کمک کرده میتوانم. طاهر در کجا است؟ چرا نامد؟ آقای طاهر به دیهای قزل توفت. از نقطه طبی همشیره رو پیدا کن. او تو رو به نزد خاله زلال میبرد. گویی که دختر و دخترش رو یافته است. خاله زلال را باشد. گریسه با اینجا بیار. همش را فهمیدی؟ فهما ریزا فهما. اکنون مایلش. مادری دختر میآید. آرام شو آقای دکتر. تا برفین را به سربازان تسلیم نکنم آرام نمیشوم. مادرش آمده او رو صاحبی میکند. تو باشی رفته سربازان رو جیغ میزنی. میترسم پیسینام مبادا آمده ما را دستگیر نکنند. نترس. سینان در کوه و پشته ها شما را کافته گشته. این دکتر در کجاست؟ با کجا قید زد؟ او را نیافته رحمخواه. همه جا را کفتیم اما نیافتیم سینو. تو هم دستی خالی برگشتی میرزا. نیستم سینو، غیب زدم. مرده نباید با مادرش رو برو شود. زود به ده حیابی کلان روید. مادرش را ندیده او را گرفته به قرارگاه بیارید. این تو هست سینو. روید کنی زود روید. اگر این دختر با مادرش رو برو شود یا از گیبناز رها میابد یا دیوانه میشود. زحمت هایم برباد میروند. همه نقشه ها ویران میشوند. چی طور با مردنی مادرت باور کردی نمیدانم. بیا یک چای نوشم آقای دکتر. تشکر آمد میزا. تشکر. مرحمت گیر پسرم. شما رو زحمت دادم. استغفرالله. این طور نگو پسرم. مرحمت. پدر جان در حقیقت این کس دکتر میباشن؟ بله دکتر است. سوزندارو هم دارد؟ یک سوزندارو بذارند. تو چی از سوزندارو میترسی؟ نترس. ما با کودکانی با آداب سوزندارو نمیگذارم. شد اکنون روید. مهمان را ناراحت نکنید.
مونت کشی ندامه که رسا. آقای دکتر شما از شهر آمده؟ بله از استانبول آمدم. شما در آنجا دوچرخه داشتید؟ وقتی که در سن و سال شما بودم داشتم. هر روز با رفیقانم مسابقه میکردیم. کاش که من هم دوچرخه می داشتم. با یگان کس مسابقه میکردم. فردوس رو به اون سوار میکردم. آقای دکتر چرا در این جایهای دوچرخه نیست؟ بس است مراد، دادرت را گرفته به بیرون را. خیزید از اینجا. ای بس رفتم فردوس. این پسر کلانیتان است همه کلیسا؟ بله آقای دکتر. پسرم شهید شد. خدا راهشان را شاد گرداند امد. تشکیلات خائن او را از من گرفت. این پایم را هم در مینه‌های آن بیناموسان ترک کردند. مجروح شدم. زوجم به قدر امکان کار کرده روزمان رو میگذراند. من همین طرح یک روز سه روز یک روز نه روزمان میگذرد. این کی باشد اما کلیسا؟ تعجل نجم پسرم، من رفته میبینم. سلام علیکم. پیش از بشر رفتن ما یک شما را بینم گفتیم. کاری خوب کردید. تکلیفی کردم اون رو ناز فکر کردید؟ خدا نمیدونم. آخر مراد خیلی خورد است. خیلی خورد؟ مراد شیر بچه شده است. اما کلیزا پسرتون در شهر میخواند به عوضش 500 لیره میگیرید. این برای شما پولی کلان است. باز چرا فکر میکردید؟ آخر نمیدونم برادران. این کودک خودش تنها در شهر چی کار میکنه؟ در کجا میگذره؟ مگر ما هم دیگه نیستیم؟ مراد رو مثل پسری خودم نگاه و بین میکنم. شما خواطر نشدید. یک با مادرش مصلحت کنید بعد جواب میدیم. وقتمون کم است اما کلیزا. یک پیاله چای می نوشیدید؟ نه، حالا خونه های زیاده را میگردیم. بچه ها را جمع میکنیم. شما این پول را گیرید. شاید یگان احتیاجی داشته باشید. آخر حالا ما جواب نمیدیم. اگر کودک را ندهید پول را بر میگردانید. خیر سلام بازی. پدر مرا برای تحصیل به شهر میفرسته. بس کن آوازت رو نبر. کارهای ما خیلی زیاد است. آقا رفته. چرا پسرتون رو بردن میخواهم؟ به شهر برده یگان هنر را یاد میدادند. برای ما باشد هر ماه پول میفرستادند. قیزبان به من گفت که به اینجا آوردن زینب رو دیده است. او چی بیمار شده است؟ بله او بیمار است. در درون ماند. دیلو معاینه میکند. برای چی دیلو میکرده است؟ آقای دکتر کجایند؟ قیزبان دکتر نیست. به دههای قزلتاش رفته است. چرا من نمیدانم؟ یک بیماری بوده است خانم رابعه. تعجیلا رفت. احوالی زینب چطور است زلال؟ بیچاره دختر نفس کشیده نمیتوانسته است. نتیجهش انا همین خیل می شود. از این بیماری راه گریز نیست. چی شد؟ این چه بیماری بوده است خانم رابعه؟ چی می شد؟ زینب شمال خورده است. زکام شده است. همین خیل. چند وقت می شود که بیچاره می سوفد. با فکر شما از من چیزی رو پنهان میکنید. مگر چیزی را از تو پنهان کرده می شود قیزبان؟ با خدا تو از همه زود با خبر می شوی. مایلش پنهان کردن گیرید، لیکن از دو سر من می فهمم. اصلا با او چیزی نگو. نباشد همه مردمی ده سرطان بودن زینب رو می فهمند. حالش کمی بهتر شد دیلو؟ نفس کشیش کمی سبک شد.
بیچاره بسیار عذاب کشید. صحت میشده باشد ایلا؟ انی حال خوب است اما بعد چی میشه؟ آقای طاهر رو انتظار میشم. ایلا چیکار بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ تو چیکار میکنی زینب؟ طاهر حالا هم نآمده است. نآمده است. کار میآید. حاضر میآید. باز کمی دیگر طاقت کن. چیکار کنیم تیراز؟ احوالمون خوب نیست. شرایط خوب نداره. آخر مراد حالا خورد است. از دستی اون چیکار میآید؟ اینطور نکن. برای کودک هم خوب میشود. صاحب کسب میشود. در شهر زندگی میکند. گوش کن ریزو. محمد به خدمت رفت. شهید شد. دیدی به چه حال افتاده. میترسم که به سر مرادم یگان بلای نآید. به خدا که این دفعه طاقت کرده نمیتوانم. نه ترته چیز نمیشود. مراد اکنون کلان شده است. که یک به حال من دیگر چیکار کنیم؟ علاج نداریم. بسیار میخواهی که صاحب دوچرخه شوی؟ بله، مراد گفت که اگر زودتر مرد صاحب دوچرخه میشود. این چطور میشود؟ آقای دکتر، مادرم میگویم که کودکان بیگناهند. اگر بمیرن مثل شهیدان به جنت میافتند. من حالا کودکم، اگر بمیرم به جنت میافتم. در آنجا هر چیزی که خواهم هست، خداوند همه خواهشهایم را اجرا میکند. من از او دوچرخه میپوسم و او میدهد. انا همین خیال آقای دکتر. مراد بیزرم کنی خیز بشر میره. کنی زود لباسات رو عوض کن. بشر میره. فهمیدی؟ پدر جان راست میگوید. بشر میروم. بله. کنی اکنون زود رفت آماده شد. من کار کرده برای تو هم دوچرخه میخرم. با اون نفرانی که مراد را دادن باوری دارید؟ باور دارم. هم دهگانی خودم هستند. چی فکر داری؟ کودک رو میدیم؟ البته میدیم. او دیگر چاره ندارم. بله. اینها سربازانند؟ راست میگویی سربازان؟ برای ما آمده باشند. باشیدار در اینجا چه واقعی شده است؟ رفتیم. معلوم می شود که در اینجا حسابی را برابر کردن. حسابی خیلی وزن. شما یگان چیز رو دیده اید؟ شنیده اید؟ چیزی رو ندیدیم. چیزی نمیدونم کمیسر. معلم لیلا رو هم کشتن. تمام اهل عائله‌اش رو هم پراندن. با تشکیلات علاقه داشتن معلمان را حس می کردن. معلوم که در اینجا چی واقع شده. مجد هم به این جنایت ها علاقه داشته باشد آقای کمیسر. شاید. از همه دههای نزدیکی که او گریخته می توانستم اینجاست. اول به نزد جسد معلم لیلا روید. بعد تمام ده را کافید. شاید ایزی مرده را یافته توانید. یک چند نفر از پس مرده ها شد. اطاعت دارم. مامان چی شد؟ دکتر با من سوزنده رو گذارنده بود.
من چی میخواهی؟ منو با کجا آوردی؟ تو را از دستی تشکیلات گریزاندم برفین. مادرت باشد به اینجا برای بردن تو میآید. دروغ میگویی دکتر. مادری من مرد، او را کشتند. تو فریب خورده برفین. انتظار شو، مادرت به اینجا میآید. خودت میبینی. ایستا برفین، ایستا برفین. شد برفین، شد. بیماری سرطان تبابت دارد خانم رابیه؟ نیست لالا، تبابت ندارد. با این احوال توی هم نمیشود به فکرم. تو هم خاندار شدنشان رو نمیخواستی گزیلال؟ گوش کن خانم، بیشاگی ها دشمنانی خونی هم هستند. البته نمیخواهم که اونها خاندار شود، اما پسرم را دوست میدارد، دخترم جوان است، خیف میشود. شما در همین جا بودید؟ احوال زینب چطور است دیو؟ خوب نیست خانم رو بیا. اکنون چی کار میکنیم دخترم دیلو؟ آقای طاهر رو انتظار میشویم. خانم همشیره لبای از آقای دکتر خبری آوردم. طاهر در کجاست؟ آقای دکتر در کجاست؟ او در دهه ما در قزلتاش. چرا آقای طاهر شما رو فرستاده؟ شما باید من خانم دیلا رو نشان دهید، با آن کس گفتنی دارم. زیلال منم که پتان رو گویید؟ آقای دکتر و دخترتان را یافتند، شما باید با من روید خانم دیلا. برفینم رو دخترم را یافتند؟ بله یافت است. چرا ایستاده ایم؟ بیایید رفتیم. شما دخترم را دیدید؟ نه ندیدم، در خانه ریزال بود. چرا دارم میآیم؟ بگریزید گریزید. اینها برای دخترم آمدن. چرا نگاه میکنید؟ کلید ببیرون برایم. رفتیم مرا مجبور کردی که تو را بندم برفین. از من چی میخواهی؟ آخر با تو مصلحت کرده بودیم، باید به دولت تسلیم میشم. به دولتی که پلیسانش و سربازانش مادرم رو کشتن تسلیم نمیشم. تو چی خیل به این باور کردی برفین؟ مادرت زنده است، حاضر می آید. تو دروغگویی. سربازان خواهین مادرم رو کشتند. برای یک جنگاوری فدایی را آماده کردن صلح‌های دراز و شرط‌های مخصوص لازم است. برای این هم مبلغ و هم وقت زیاد صرف می شود. اما با استفاده از اصول هیپنوز در وقت کوتاه با یک یا دو سئانس می توانیم هر نفری را که خواهیم فدایی کنیم. دولت‌های خارجی که به ما کمک می‌رسانند برایمان متخصصان این ساحه را روان می‌کنند و ما می‌توانیم آنها را به قرارگاه‌هایمان برده سئانس‌های هیپنوز را گذرانیم. بیماران، معیوبان، کم‌اخلاقان و آنهایی که به ما اطاعت نمی‌کنند و آنهایی که گریختن می‌خواهند، خلاصه آنهایی که به ما لازم نیستند، می‌توانیم همه‌شان را فدایی کنیم. کنی رومان برای این کار از هیپنوز استفاده بردیم. این را برای نشان دادن قدرت تشکیلات آماده کردیم. مرحمت تماشا کنید. من قسم میکنم که از آدمانی که خلق بدنم را اذیت دادند انتقام میگیرم. من از امروز فدایی شدم. برفین به هر نزدیکانم و خلق بدنم جانم را فدا میکنم. در بین دشمن خود را میترکانم. در برابر جانم هم باشد انتقامی هممون رو میگیرم. حالا این دختر فکر میکند که سربازان دوست داشتش و مادرش را کشتند، او را تجاوز کردند و به دهه هجوم کردند، مردم دهه را اذیت دادند. این همش بافته‌های ماست. در وقت هیپنوز همه این را در ذهنش جای کرده. او همه این را حقیقت میداند. او مردنی است. او برفین است. برفینی من است.
او در داخل تشکیلات چیکار میکند؟ شما هم میخورید با شما هم دیام؟ نه نمیخواهم. گرست نمونده با من هم کمتر نمیگیری؟ اما اینطور با دستونی بسته چی خیلی میخورم؟ بیا دستونم را کشا. نمیشود اپا میگریزه. چی طور میگریزم؟ مگر از دستی تو بر این پهلوان گریخته می شود؟ بیا دستانم را کشا من هم خورم. من باز می بندی خیلی مالش اپا شما در شهر بوده؟ در آن دو چرخه بسیار است. مراد پسرم در کجایی؟ کجاست؟ آمدم مادر جان. مادر چیزی نگوی آیدش. مراد بیا پسرم بیا برای بردن تو آمدم. بیا پسرم فز کنی زود رفتیم. لبای پدر جان. وقتی رفتنت هم رسید پسرم. لباس ها در درون همین است. لباس های گرم، جروب های شب خنک است. شاید خنک خوری پوش مالش جانی بود. شد که راست بس اکنون ای بس آدمان انتظارم. یا تا سری راه رو بچه بیا رفتیم. از واقعه های در ده شده خبر داری؟ نه چه شده است؟ حاضر مادرت با اینجا میرسد. خدا او را نگاه دارد امکی ریزا. سلامت باشه آقای دکتر. خانه از ده دور است. البته از واقعه های ده بخبریم. سربازان در دهند. سربازان در دهند؟ بله حاضر آنها با من گفتند. اگر سربازان در اینجا باشند سرکمی سربلخان هم با آنهاست. از همه خوبش برفین را با او تسلیم کنیم. من رفته آنها را میابم. شما باشید از برفین با خبر باشید. نه من با این پای معیوبم او را داشته نمیتوانم. تو در همین جاییست. من به ده هم میروم. مایلش هم بکریزم مایلش. سرگمی سربلخان را یابد امکی ریزو و با او در اینجا بودنی ما را خبر دهید. خوب شد آقای دکتر.